با تور نیامده باشین، توی خود ترمینال یه سری مجموعه هستن که میتونید این ونها رو ازشون خریداری بکنین که این ونها از ترمینال خوی تا وان شما رو میبرن. ما عوارض خروج از کشورمون رو روز قبلش به صورت آنلاین پرداخت کرده بودیم و تو مرحله قبل که دیگه نمیشد فیلم برداری بکنم، پاسپورتامون رو چک کردن، با چهرمون احراز هویت کردن و چمدونا رو چک کردن و الان هم داریم رد میشیم تا بریم وارد خاک ترکیه شیم. وقتی از اینجا رد میشین با یه فری شاپ مواجه میشین که میتونین با پاسپورت ایرانیتون از چیزایی که دارین داخل ویدیو میبینین با قیمت پایینتر خریداری بکنین که حالا در طول سفر ازش استفاده بکنین. قیمتش یکم پایینتر از فروشگاه‌های داخل خود ترکیه میفته که اگه اهل استفاده از اینا هستین میتونین از اینجا خریداری بکنین. الان از مرز ایران گذشتیم و الان اومدیم وارد خاک ترکیه شدیم. اینجا هم تاکسیا و ماشینا و ونا منتظرن که حالا مسافرشون بیان که برن حالا هتل های مد نظرشون بگن. دقیقا بعد از ورود از مرز منتظریم که ونا بیان. صلوات. اینجا بعد از مقدار زیادی انتظار و خستگی ون ما عبور کرد، ولی خب مدت زمانی که صبر باید بکنید اینجا فرق میکنه بنا به شرایط. بالاخره سوار ونمون شدیم تا بریم به سمت مرکز شهر وان. بریم با هم یه نگاه به این لوکیشن بندازیم. ببینید خیابون جمهوریت اصلی ترین خیابون وانه. توصیه من اینه که اگر شما میخواید هتل بگیرید نزدیک به این خیابون بگیرید. دلیلش هم اینه که اکثر مغازه ها، شعبه ها و برند ها توی این خیابون وجود دارن و اگه هتلتون نزدیک به این خیابون باشه با 10 دقیقه یه رو پیاده روی به هر کدوم از این مغازه ها که بخواید میتونید دسترسی داشته باشید. یکی از مال های مهم وان هم توی همین خیابون قرار داره که بهش میگن وان ایویم، یعنی اسمش وان ماله که توش خیلی از برندها وجود دارن، مثل کوتون، مثل التیواکی که 2 طبقه داره، مثل فلورمار، گلدن روز و تعداد بسیاری هم کافه و رستوران داره که میتونید بهش سر بزنید. تو طبقه پایین وان مال شعبه گراتیس وجود داره و همینطور یه هایپر قرار داره که بازم میتونید از اونجا اگه خریدی دارید تهیه بکنید.
اینجا فروشگاهی هستش که لوازم آرایشی و بهداشتی میفروشه به اسم او یا ایو، نمیدونم دقیقاً، ولی هم آرایشی داره هم بهداشتی. مارکایی مثل نوتروژینا، داو، نیوئا و مارکای آرایشی مثل لورئال، مثل میبلین، مثل گلدن روز، فلورما و خیلی چیزای دیگه داره. یه فروشگاه دیگه ای هم هستش به اسم گراتیس که اگر بخوام بگم میتونه رقیب اصلی او باشه و به طور کل قیمت‌های گراتیس پایین‌تر از او هستش. ولی خب اگه شما بخواید یه سری چیزا یا برند خاصی مد نظرتونه یا محصول خاصی مد نظرتونه، بعد جفتش رو چک بکنید و قیمت جفتشون رو چک بکنید و بعد برید خریداری بکنید. چون مثلا من خودم دنبال یه محصولی از برند اسنس بودم که توی گراتیس پیدا نکردم ولی توی او پیداش کردم و از اونجا خریداریش کردم. این محصول برای همون یکی از اون برندهایی بودش که برای خود گراتیس بود. همونطور که گفتم اینجا لوگوش هم هستش که خب مشخص میشه که گراتیس رو لانچ کرده و خیلی جدید بود. من خودم تا حالا ندیده بودم ولی برای تست یه دونه شیرمو گرفتم که ببینم چطوریه. الان دیگه پاساژا بسته شده و مغازه هم بسته است. حدود ساعت 10:15 اینای شبه و آره پاساژا رو بستن، بیرونمون کردن از پاساژا و الان شهر همین مدلیه که دارید میبینید. ما هتل قبلیمون راضی نبودیم، برای همین اومدیم هتلمون رو عوض کردیم و الان داریم میریم یه هتل دیگه. خیلی هم فاصله نداره با این هتلی که الان بودیم. امروز روز سومه و من پنجره رو باز کردم و یهو این کوچه رو دیدم. این دو شب هم داشتیم دنبال این کوچه میگشتیم و پیداش نمی‌کردیم یا خیلی خسته بودیم ازش فاصله داشتیم و نیومدیم دنبالش. بعد الان پنجره رو باز کردم و دیدم با کوچه چتری مواجه شدم. اینجا خیلی ازش تولید محتوا شده، بیشتر میان اینجا عکس میگیرن و توی این کوچه هم دیسکوهای مختلف هست و حالا غذاهای مختلف. اینجا یه پاساژیه که همه برنده رو داره، زارا رو داره، ریباک، ایفکتو، کولنبیر. یه چیزی درباره فاکتورها میگم که فاکتوراتون رو حتما همراهتون داشته باشین، حتما فاکتور بگیرید وقتی که خرید میکنید، چون اگر برگردین و حالا این محصولی که گرفتین اگه بهداشتیه مثلا کار نکنه، پمپش نزنه، لباسه رو ببینید جایش زدگی داره، حالا به هر دلیلی بیاد ببینید سایزتون نبوده، رنگش رو دوست نداشتید، اگر فاکتور داشته باشید ببرید اون مغازه، میتونید چنجش کنید و تغییرش بدید. منتها همه چیز با فاکتور انجام میشه، پس حتما فاکتور بگیرید و اگر میخواید به چیزی رو چنج بکنید، اون محصول رو چنج بکنید، فاکتور رو همراهتون داشته باشید. مثل اینکه مسابقه فوتبال بوده و یه تیمی برنده شده، مردم دارن خوشحالی میکنن.
خونه وارونه است که برای عکاسی میان اینجا. توی هر خیابون یا توی همه هتل‌ها تور وانگردی دارن که همه اینجا رو میارن، همه این جاها رو میبرن نشون میدن. حالا اینجا وایسیم تا بتونیم بریم توش که واسه عکاسی داخلشه. خیلی جذاب نیستن ولی خب همه چی برسه. ولی خب میارن یارو همه تورش هست. همه چی برعکسه. 20 درهم بهتون زمان میدن که اینجا باشید. ما رو آوردن خونه گربه ها. اینجا که نمیتونی اصلا بری، یه همچین محوطه‌ایه و همین تمام. من در تمام این مدتی که ما رو میارن اینجاها دارم این فکر میکنم که ایران خود ما چقدر جاهای دیدنی و زیبا، آثار باستانی و تفریحی خیلی باحال‌تر و خفن‌تر داره و افتادن اون گوشه. و مثلا اینجا از 2 تا گربه سفید دارن چه واقعا تولید درآمدی برای کشورشون میکنن، برای این شهر کوچیک میکنن. اینجا خونه گربه هاست، چند تا گربه سفید گذاشتن و میتونی بری تو باشون عکس بگیری. یه سری پاپوش پلاستیکی و دستکش میدن که با اونا بری و از این گربه‌های ملوس عکس بگیری یا بغلشون بکنیم. همین، چیز خاصی نداره. اینجا دریاچه وانه. این توری که باهاش میاید مثلا شما یه تایمی 10 دقیقه وقت میده که بیاید اینجا عکس بگیرید. این ویوشه، ویو ابدی. اینجا همه وای میستن عکس میگیرن. بنا هم این ور پارک میکنن دیگه. اینجا بام وانه که دوباره وقتی که تور میگیری اینا رو به ترتیب میارن. بالاترین نقطه شهره. این ویوشه. اینجا ساحل وانه و مرحله بعدی که میارن اینجاست. شما رو اینجا پیاده میکنن، بعد به این صورت میید اینجا میتونید عکس بگیرید. یه پل شیشه‌ای هم داره که الان بهتون نشون میده. آها، به این میگن پل شیشه‌ای. الان چند تا جا رو دیدیم، خونه گربه ها، بام وان و ساحل وان. اینجاها رو الان دیدیم و این دریاچه وان. اینو الان دیدیم و داریم برمیگردیم تا بریم به مقصد بعدی. اینجا اومدیم یه حالت اسکله ماننده که بیایم از این کشتی ها سوار شیم و حالا 1-2 ساعتی اینجا باشیم.
اینجا بعد از اینکه کشتی یکم وسط آب رفت، دوستان همسفر اومدن وسط کشتی و شروع کردن به رقص و آواز. من به خاطر رعایت حریم شخصی این دوستان فیلم رو دیگه نگرفتم از اون لحظه ها که بخوام اینجا شیرش بکنم. اینجا پیتزای تک اسلایسی می‌فروختن. ما 3 تا طعمش رو امتحان کردیم. غذای دیگر هم امتحان کردیم ولی همیشه چون خیلی گشنمون بود وقت نمی‌شد که ازشون فیلم و عکس بگیریم. حالا الان اینو تست کنم ببینم پیتزاهای اینجا بهتره یا ایران خودمون. گربه تخم می‌خوره. من تا ندیدم گربه تخم بخوره.